سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیزان. دوستان امروز گفتم تا وقتی که زمان داریم و یه مقدار بازار حالت رنج رو به نظرم میخواد تجربه بکنه، بعد نیست یه سری به سولانا بزنیم و یه تحلیل جامع از سولانا داشته باشیم، ببینیم در دراز مدت چه رفتاری رو میخواد نشون بده و پله‌های خرید خوب سولانا کجاست که ما میتونیم بخریم و با این ارز خوب حرکت کنیم. میدونید که سولانا یکی از ارزهای با پتانسیل رشد بالاست. درخواست ETFش صادر شده و پیگیری میشه و از ارزهایی که دنبال روی اتریوم و بیت کوینه و بعضا میبینید که پیر بیت کوینیش نسبت به اتریوم حتی خیلی بهتر داره جواب میده. خب در کل حالا یه نگاه جامع میندازیم ببینیم چه اتفاقی ممکنه برای این ارزمون بیفته. فعلا در تایم فریم هفتگی میبینیم که در یک الگوی مثلث داره فشرده میشه قیمت، که این فشردگی ممکن از بالا یا از پایین بزنه بیرون. خب اگر بیاد از بالا بخواد این اتفاق برش بیفته و یه حرکت صعودی رو براش متصور باشیم، با اینکه میدونید که دوستان سولانا یکی از ارزایی که به محض اینکه بازار یک کمی جلوش آزاد میشه و حس آرامش میگیره، چند برابر بقیه ارزها حرکت صعودی رو انجام میده و خیلی تمایل به رشدش زیاده. اگر که بخواد با این وضعیت بره جلو، میتونه با شکستن مثلثمون، یعنی با خروج از این مثلث، حالا در ممکنه یکی دو ماه آینده بتونه بیاد یه سری نواحی بالاتر رو مثلا در 180 صف قبلی در وهله اول و بعدم بتونه به حدود ناحیه 200-220 برسه. اما چیزی که الان در بازار همه رو سر دوراهی قرار داده اینه که چه بلایی قرار سر بازار بیاد. بازار قرار از این به بعد رشد بکنه یا یه اصلاح دیگه در بازار داره. سولانا یکی از قیمت‌های جذاب برای خرید و ورود پله‌ایش همین حدود $120 بود. 120-125 نقاط بسیار عالی برای یه پله ورود بود. پله دوم ورود دوستان من خودم گذاشتم رو $105 و در نهایت رو $85. این دو تا پله واقعا جذابن برای سولانا و بعید نیست اگر بخواد بازار یه اصلاح کوچیک داشته باشه، سولانا به این نواحی برسه و خرید در این نواحی سولانا بسیار جذاب خواهد بود. چرا که سولانا از اون دست آلت کوین هایی نیست که بخری و بگی آیا بتونه بره ETHش رو بزنه یا نه. چون میدونید بعضا آلت کوین هایی هستن که اومدن پایین 70% 80% هم اصلاح دادن، ولی قرار نیست همه آلت کوین ها برن ETH قبلی خودشون رو ببینن و سقف قبلی خودشون رو پس بگیرن. سولانا از این نظر فکر نمی کنم چیزی کمی داشته باشه تو بازار و میتونه به راحتی بره سقف قبلی خودشو پس بگیره. پتانسیل رشد بسیار بالایی داره، نهنگای بسیار قوی داره. هرچند دوستان هنوزم من میگم مشکلات شبکه‌ایشو کامل نتونست حل بکنه، ولی با این وجود که نتونست مشکلات شبکه‌ایشو حل بکنه، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خیلی خیلی خوبی داره و بسیار دارن ازش استقبال میکنن. خب الانم بخوام یه کمی تو تایم فریم های پایین تر نگاه بهش بکنیم، این خط روندی رو که از پایین داشته هر وقت اومده بهش برخورد کرده، حالا ممکنه این نفوذ کم داشته ولی خب خیلی سریع ردش کرده به سمت بالا. ولی خب میدونید الان در اواخر این ناحیه فشردگی هستیم و جای زیادی نداره، بالاخره باید تکلیف خودش اینجا تو این یکی دو ماه آینده مشخص کنه. ولی اگر بخواد اصلاح بده از سمت پایین بیاد و اعداد پایین‌تر رو ببینه، هیچ عجله‌ای نکنید دوستان. قیمت بسیار خوبی رو میتونه بهتون بده، تخفیف های بسیار عالی رو ناحیه $100-105 حتما یه پله وارد بشید و در نهایت اگر بازار این اجازه رو داد تو ناحیه $85-90 حتما وارد بشید. به نظر من برای این نواحی سولانا یه مقداری کش کنار بذارید. خب ممنون که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. مؤید و پرسود باشید.